جنگ جدید آریانا سعید با صدرالدین هنرمند تاجیکی. اما چرا آریانا سعید چی رابطه با صدرالدین داشته است؟ دلیل درگیری لفظی آریانا سعید با صدرالدین هنرمند پرآوازه تاجیکستان چیست؟ صدرالدین در کجا زندگی می کند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، ملکه دلهای افغانستان، یکی از هنرمندان بی‌بدیل و ناماشنای کشور که حرف در هنر موسیقیش ندارد. آریانا سعید جایگاه هنری خاصی در میان جامعه هنری افغانستان دارد. آریانا آهنگ‌های عاشقانه می‌سراید ولی گاه آهنگ‌های اعتراضی برای دفاع از حقوق زنان و اطفال کشورش می‌سراید. آریانا تاکنون نه تنها آهنگ می‌سراید بلکه کارها و فعالیت‌های سیاسی هم در افغانستان انجام داده است. آریانا سعید در پارلمان اروپا آهنگ سرود که مورد حمایت و تشویق فراوانی قرار گرفت. جدیداً صدرالدین هنرمند تاجیکی یکی از آهنگ‌های آریانا سعید را بدون اجازه وی دوباره خوانی کرده است. این کار صدرالدین باعث خشم و قهر آریانا سعید شده است و آریانا سعید در صفحات مجازیش حرف‌های ناگوار و زشت برای صدرالدین بیان کرده است. ولی صدرالدین جوابی برای آریانا سعید نداده است. این همه در حالی است که آریانا سعید با هنرمندان تاجیکی در رابطه هنری خوبی بوده است و تاکنون آهنگ‌های دوگانه‌ای با شبنم ثریا سروده است که مورد حمایت فراوانی مردم افغانستان و تاجیکستان قرار گرفته است. اما دلیل این که چرا صدرالدین این کار را بدون اجازه آریانا سعید انجام داده است معلوم نیست. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران آریانا سعید و صدرالدین به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را بزنید. ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما نازنینان خوبم آرزوی همیشگی من است. تا درودی دیگر، شاد و موفق و کامگار باشید.